سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل زیبای تاببول. امروز اومدیم مزخرف ترین انیمیشنی که تا حالا تو عمرتون دیدیم و با هم ببینیم که دریم ورکس هم ساختتش. پس لایک و ساب فراموش نشو، بریم سراغ ویدیو. من واقعا دریم ورکس رو دوست دارم. حتی به جرئت میتونم بگم که بعضی از کاراشون رو از دیزنی هم بیشتر دوست دارم، ولی بعضی وقتا همه اشتباه میکنن دیگه. نه یه بار دو بار، ولی نه دیگه 10 بار. یعنی فکر کنم به تعداد انیمیشن های خوبشون دریم ورکس گندم زده. ولی خب من توی این ویدیو بین 2 تا انیمیشن مونده بودم. انیمیشن ها هر دو مزخرف بودن، ولی عاقل کسیه که بین بد و بدتر انتخاب درست رو بکنه و دلیلش رو هم آخر ویدیو بهتون میگم. پس این شما و اینم فیلم بری زنبوری. طبق تمام قوانین شناخته شده پرواز، زنبورها به هیچ طریق نمیتوانند پرواز کنند. بالهای آنها بسیار کوچک است و نمیتواند جثه فسقلی و توپلشان را از زمین بلند کند. با این وجود زنبورها پرواز می کنند، زیرا زنبورها اهمیت نمیدهند که از نظر انسانها چه چیزی غیر ممکن است. داستان مزخرف این انیمیشن از جای شروع میشه که شخصیت اصلی مختتیل ما میاد نمایان میشه و میبینیم که میخواد لباس بپوشه که بره فارغ التحصیل بشه و همین اول انیمیشن منطق زیبای انیمیشن رو میشه دید. اینا زنبورن، درسته؟ پس what the fuck چرا ماشین دارن؟ چرا؟ پرواز کن ابله. بعد جالبیش اینه ما توی انیمیشن میبینیم که بری میتونه سرعت خودش رو به سرعت ماشین هم برسونه، میتونه به ماشینه برسه. پس چرا اینجا پرواز نمیکنه؟ هم سریعتر میرسم، خود کوچیکه اینجا زودتر میتونی برسی. نمیدونم والا. خلاصه اون میره دنبال دوستش حضرت آدم، بعد با هم میرن. بعد توی راه باز هم منطقهای خیلی زیاد انیمیشن رو مشاهده میکنیم. بعدش پارک میکنن ماشینو خیلی حرفه‌ای، بعد میرن میشینن رو صندلیشون. بعد استاد وزوزو میاد گو میخوره، بعدش یهو فارغ التحصیل میشن و صندلیاشون گوز میشه ماشین میشه و باز هم منطق فیلم رو میبینیم ما. به به، اونا به یه جور تور رفتن، مثلا از کارخونه عسل سازی بتونن دیدن کنن و ببینن که شغلا چه شکلی و میخوان چه کاره بشن. بعدش اون خانوم زنبوره یکم گو میخوره، ورور میکنه که عسل چجوری ساخته میشه و شغلا رو توضیح میده و یکم که میگذره به آخرین پیشرفت این توی مغزا میرسیم. یه دستگاه که تمونده عسل رو جمع میکنه. به قرآن مجید جای اون زنبورای بدبخت میله میکاشتین رو زمین بهتر کار میکرد. آدم زیادی آوردن به خدا. بعد خانومه میگه انتخاب کنید چون شما زنبورا باید تا آخر عمرتون همون کارو انجام بدین. بعد این دوست عزیز ما تازه میفهمه که توی زندگیش چه گویی باید بخوره. بعد همینجوری میرن. بعد وقتی پیاده میشن ما چند صحنه به شدت منطقی رو میبینیم، یعنی خیلی منطقی ها. آفرین دریم ورکس ریدی. کل این انیمیشن راجب اینه که عسل داره حروم میشه، بعد زنبورا دارن اذیت میشن. خب احمقا، اگه انقدر وضعیت ریده است پس چرا با عسل آبشار و استخر میسازین؟ اگه هم انقدر عسل دارین که نمیدونین کجا بریزین، کل این انیمیشن چرا ساخته شده؟ what the fuck. خلاصه بعد میرسن به گرد پخش کنای عزیزمون و این دوتا هم کلی با هم حال میکنن و آره دیگه از دیدنشون لذت میبرن. بعدش یکم گرده میشینه رو شونه دوتاشون و اون زنبورای ماده اون ورم میبیننشون. حالا اینجا هم میشه ایراد گرفت از انیمیشن، ولی دیگه انیمیشنه دیگه، چون زنبورای مرد یا مذکر در واقع کار نمیکنن و تنها کارشونه که لا اله الا الله به نام خدا بارور میکنن زنبور ملکه رو. حالا بعد میرن یکم گفتگو میکنن و بری یکم چرت و پرت میگه که آره من خفرم و بعد زنبورای گردافچان اصلی میان میگن برو اونور ریدی. بعد به صورت طعنه‌وار دعوتش میکنن که برن با هم بیرون، یعنی از کندو برن بیرون.
بعد میره خونه بری و به پدر پیرش میگه که آره من نمیدونم چیکار کنم، و اونا میگه گو خوردی باید برید همزن شی. بعد فرداش با حضرت آدم میره که کارشون رو انتخاب کنن. بعد به صورت خیلی بینمک و مزخرف و ناخنده‌دار هی کارا پر میشه. بعد این سکانس خیلی طولانی هم ادامه پیدا میکنه و واقعا مسخره است. بری هم گرد افشانا رو از دور میبینه و قائمکی میره پیش اونا. بعد آدم میبینه کو بری رفت. بعد زنگ میزنه با این شاخک‌های تلفنی به هم. بعد بری میگه آره من میخوام برم بیرون، قطع میکنه. بعد اول اجازهش نمیدن، ولی بعد اون زنبورای اصلی میگن بیا حالا اشکال نداره. بعد با هم پرواز میکنن میرن. بعد گرده جمع و پخش میکنن. بعد میرسن به یه پارک و فکر میکنن توپ تنیس گله. بعد میشینن روش. بعد گیر میکنن گوه میشن. بعد بازیکن کل مستطیلی ریدمال ما توپو میزنه تو باقالیات. بعد 1000 تا بلا سرت بری میاد. میره تو ماشین یه نفر، میره تو موتور ماشین یه نفر، میره تو جد و آباد ماشین یه نفر. بعد خلاصه نجات پیدا میکنه، ولی بعد بارون میاد. بعد میشه. بعد راستش نمیخوام زیادی حرفهای علمی بزنم، ولی این کله گوزو از کجا میدونسته بارون چیه؟ چون به اون زنبورای دیگه تمرین داده بودن، ولی این همون جوری رفته تمرین ندیده. پس از کجا میدونسته بارون چیه؟ خدا میدونه. فقط گفتن نرو زیر بارون. خلاصه میره پرت میشه تو خونه یه نفر. بعد اسکل فکر میکنه لامپ خورشیده. بعد آقای تیسوش ما کلش میخوره به لامپ. بعد صاف میفته تو کاسه ماست مردم. بعد یکی میره بخورتش. بعد این مردکه میره بکشتش. بعد این یکی زنکه نجاتش میده. بعد خوشحال میشه میره. و خب بعد میره خوش فکر میکنه میگه خدایا باید یه چیزی بگم، برم لاس چیز گفتگو کنم، بگم ممنونم. بعد دوباره منطق. اولا وقتی که این رفت صحبت کنه برمیگرده که بگه ممنونم. بعد میره. بعد اونجا زنه بهش میگه قهوه میخوری؟ بعد بری میگه آره. اولا از کجا میدونسته قهوه چیه؟ بعد از کجا میدونسته کیک چیه؟ از کجا میدونسته قند چیه؟ What the fuck یا خدا واقعا. بعد یکم با زنه حرف میزنه و برمیگرده کندو. بعد به آدم میگه که با یه انسان دوست شده. آدم هم میگه داشت ریدی. بعد این بیشرف توی کمبود عسل میره استخر عسل. ای خدا. بعد خواب میبینه. بعد میره پیش دختره، با هم میرن سوپرمارکتی آقای اکبری. بعد میبینن که یه عالمه عسل اونجاست. بعد بری میگه ای وای ما داریم اینجا زحمت میکشیم، اینا عسلای ما رو سوس خرسی میکنن وای. بعد مردک تنبل گشاد حوصله نداره کار کنه، میخواد گن بزنه به کل کلونی زنبورا. خلاصه بعد میره دنبال یه یارو مکزیکیه. بعد اونجا با هم شمشیر بازی میکنن. بعد یارو میگه عسلا از کجا میان؟ بعد میبینه که میره اونجا. بعد میبینه که هزاران مزرعه عسل اونجا هست، یعنی هزاران کندو هست، یه مزرعه است. بعد نقشه میچینه حق زنبورا رو بگیره. بعد با ونسا میرن حرف میزنن و تصمیمشون رو میگیرن و نامه شکایتشون رو میفرستن برای قاضی. بعد اونور ونسا و آدم میرن دادگاه با هم. بعد صبر میکنن بری بیاد. بعد بری هم میاد. بعد یه آقا قنبلی هم به عنوان وکیل اون طرفی ها میاد. بعد یکم بحث میکنن و بری یه سری مزخرفات میگه که من واقعا میتونم همشون رو نقص کنم ولی حوصله ندارم و تایم ویدیو زیاد میشه. پس بری و آقا قنبلی یکم بحث میکنن. بعد بری کلی آدم میاره باشون دعوا میکنه. بعد معروف میشه. بعد شبش میره با ونسا شام بخوره. بعد اون آقا کله مستطیلیه میاد. بعد میرن توالت. بعد با هم دعواشون میشه. بعد مرده میخواد بری و سیفون کنه که آب پیپی میریزه روش. خدا شاده تو دیالوگش میگه ای وای آب پیپی ریخت روم. یعنی چی؟ چرا من دارم اینا رو میخونم نمیدونم. خلاصه بعد ونسا ناراحت میشه. مرده را خونه بیرون میکنه برو گم شو متک پیپی. بعدش فرداش میرن تو دادگاه. حضرت آدم ناراحت میشه میره باسن گنده آقا قنبلی رو نیش میزنه. بعد ان میشن جفتشون. بعدش اونجا یهویی بلی تیزهوش میشه میره تیزهوشان دیگه. باید بس کنم این جوکای تیزهوشانی مسخره رو. خلاصه بعد میره دودزا میاره. آدم هم میفرسته آدما رو خر کنه یه 2-3 ساعتی. بعد با دودزا میاد و بری کیس رو میبره و تموم عسلا میرسه به کی؟ زنبورا. بعد بوی گوه بلند میشه از مغز توهی این بری جان. چون زنبورا دیگه کار نمیکنن
گرد افشانی هم دیگه صورت نمیگیره، بعد ریده میشه تو کل طبیعت. آفرین عزیز خان، آفرین. ریدم تو قیافت، ریدم دهن پیرت، ای خدا. بعد این ونسای گوزو هم یه جوری سیس گرفته، انگار همش کار بری بوده. خب اگه یکم عقل توی اون کلت بود خب موافقت نمی کردی با این ابله. خلاصه میرن سوار یه هواپیما بشن که حاوی کلی گل و ایناست که کمک کنن دوباره طبیعت درست بشه، چون همه گلای دیگه از بین رفتن، همین فقط مونده. بعد میبینن که ریدن، چون گلا تا اون موقع که بخوان برسن خراب میشه، چون هواپیما تأخیر داره. بعد بری میره با خلبان حرف بزنه، بعد میرین و به صورت خیلی شخمی خلبانا ناکاوت میشن. بعد به صورت خیلی خیلی شخمی‌تر یهویی ونسا خلبان میشه و به صورت خیلی خیلی زنبورا میرن زیر هواپیما، بعد بلندش میکنن. بعد واقعا احمقانه است همچین چیزی. بعد بری احمق قصه ما گرد افشان میشه، بعد هواپیما رو نجات میده و اینا. بعدش همین. یعنی کل این انیمیشن مزخرف راجع به چی بود؟ راجع به گند زدن بری و جمع کردن گندای خودش بود. یه انیمیشن بی محتوا مزخرف که نه داستان خوبی داره نه دیالوگای خوب. حداقل اون یکی انیمیشنی که اسمش شارک تیلز یا داستان کوسه بود چند تا دوبلور خارجی خوب داشت. یعنی اگه با زبان اصلی نگاه می‌کردین ویل اسمیت و چند تا آدم معروف دیگه و آدمای کاربلد دیگه هم بودن توی انیمیشن. بعد دیگه این نداشت، خب این همچین چیزی رو نداشت. بعد داستانشون هم تقریبا یه اندازه بد بود، مگه اینکه اینو با دوبله گلوری ببینین که خداست. حتما پیشنهاد میکنم با دوبله گلوری ببینین، ولی کلا پیشنهاد نمیکنم این انیمیشن مزخرف رو ببینین، چون دیدن این انیمیشن زجر و عذابه. پدرم در اومد که تحمل کنم، چون نه چیزی داره که بهتون اضافه کنه، نه به هوشتون هیچ پیامی نداره، سرگرمتون هم نمیکنه، فقط زمانتون رو هدر میده. میخواین به این انیمیشن ببینین، به این چیز دیگه ببینین، اینو نبینین. و خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدین و ممنون میشم که ما رو لایک و ساب کنین تا بتونیم کانتنت های بهتر و خفن‌تر بسازیم و خدا نگهدار.